چه کار کنیم تا یک شریک زندگی خوب سر راهمون قرار بگیرد؟ اگر دوست داری یک شریک مناسب زندگی برای خودت انتخاب بکنی، این سه تا روش مهم را باید در قبل از انتخاب همسر انجامش بدی. روش اول دعا کردنه. دعا انرژی های مثبت داره که باعث جذب آدم های مثبت و اتفاقات مثبت میشه. دعا کن خداوند یک شریک زندگی خوب برات پیدا بکند، یک همسر، همسفر و همسفره بهتر را برای تو انتخاب بکند. دوم، با یک متخصص و یک مشاور صحبت کن که چه کسی میتواند بهترین شریک زندگی برای شما باشد. اون چی که بهترین شباهت رو با شما داشته باشد یک متخصص برای شما معرفی میکند. و سوم اینه که خود شما برای داشتن یک همسر خوب خوبی ها رو زندگی بکنید. او کسی که کیسه زباله حمل میکنه دور برش مگس ها میپلکه. او کسی که گل و عطر رو حمل میکنه دورش پروانه ها میگرده. قبل از اینه که دنبال همسر خوب باشی، خودت خوبی ها رو زندگی کن، همسر خوب سر راه تو قرار میگیرد.